مرمد عاقبت ابو صهیب قسم به الله در دلم اگر امید به کسی برای بد شدن او باشد، معامله که ما به ابو صهیب کردیم هیچ کس این چنین معامله نمیکند. معامله بهترین کردیم. حتی یک معامله خوبی برادرای اهل توحید او یوتیوب کرد. انا اینا نامردی میگن. ما وقتی که به ابو صهیب او وقتی به تلفن به ما گفت زد، گفت من توبه کردم، گفت در مسئله عذر بالجهل من توبه کردم. وقتی که کتاب محسن العباد یک چند کتاب ها را پفتم بعضش رو دلیت کرد و بعد از این بالاخره گفت که نه من توبه کردم. لیکن گفت این است و اون است پلیتیک کم شرایط وزمین. بعد از این برادر رو گفتن که اگر توبه کرده باشد چند فرزند داشته است. من پرسیدم ابو صهیب چند فرزند داری؟ 4 5 6 فرزند دارم. خیلی یک دو زنی و برادر رو گفتن خیر یک 200 دلار برای همین فرزندوش یک زیوچک پولی یک موالات کنیم. موالات از دین ما هست. یک دوستی کنیم، برادری کنیم. گوید من میلیونر شدم خبر دادم. بعد از 2 روز میخیزیم که در یوتیوب یک موضوع دیگر، موضوع این است که ابو محمد مدنی به پول مرو خریدنی شد. هنو مردی کثیفه. نرخ تو 200 دلار بود. ما بیخبر موندیم که نرخ تو قدر پست بود است. نرخ تو یک زیوچکه شکلات بود. اگر ما منهجمون امین است که به دین ما خریده هیچ کس در آورده نمیشد. به دین ما قلب یک کس ملایم کرده میشد. یک انسان اگر آدم باشد، خر نباشد، قلب داشته باشد، به او انسان نیکی کنی، کمی خوبی کنی، او انسان به خوبیت خوبی معامله میکرد. نامردی لا اقل نمیکند. لیکن این انسان وجدان نداشته است. این انسان قلبش سنگ بود است، خر بود است که به مقابل نیکی ما اقلا خاموش نیستاد، بلکه ما را تهمت کرد. پشکه دلار، حالی هم در یوتیوبش 2 پشکه دلار و نومی من نوشتگی حالی استاد است که من اون خریدنی باشم. انا اینا خیانت میگن، اینا میگن تهمت میگن. اینا الله المستعان. عاقبت مباهله را ببینید چی شد.